ما دارم زندگی ما میکنم، هر وقت هم علاقه من باشم میشینم یه کاری میکنم، بهش فکر میکنم حداقل. خب الان من نمیام خودمون با شاخ گاو در بندازم، سر چی در بندازم؟ من کتاب چاپ کردم، الان نشونتون دادم، کتاب لعبت بازو چاپش کردم. اصفهان نه ها، شابک داره، تهرون رفت خوندن، نمایشنامه است. چهار دفعه من به ارشاد اصفهان نامه نوشتم، نامه هاش هستش، شماره نامه هاش هستش، مطالبی که فرستادم و عکس بچه ها هستش، عکس نمایش هستش که در حین نمایش گرفتم. جواب سربالو بهم ندادم. من دیدم که این بچه ها با صداقت اومدن کار کردن. یکی هم دارن میمیرن. این اقدامو کردم. علت اینی که ماها پا پس گذاشتیم و میدون برای یه عده‌ای که اکثریش هم البته اینطور نیست، من اینطور نمیدونم که مثلا چیز باشن و حقه باز باشن و اینا، ولی خب اینم یه روش حقه بازی شده. به من گفتم میگم که آقا شما از این استادت بپرس آقا شما چی کار کردی؟ کدوم کار رو صحنه بردی؟ حول محور همین سوال برو جلو. بازی کردی؟ کو عکسش؟ کو سوابقش؟ کو فیلمش؟ نوشتی؟ خب باید یه متنی داشته باشه من بتونم بخونم. نه. کی دیده؟ کجا اجرا شده؟ خب اینا از همینجا شروع بکنید. منتها بچه ها اینقدر شیفته، اینقدر جذاب این بازیگری که فقط بخوان برن روی صحنه، برن بتکونن، خالی کنن. اون وقت اینا بازیگرای خوبی هم میشن ها. نه که عاشق این کار باشن آقای عماد. عشق بازیگری تئاتر عشق میخواد، فقط عشق. عاشقش که باشی درست کار میکنه، پیشرفت هم میکنه. ولی بعضیا متاسفانه میگن نه ما بریم میخواد بیام هنر پیششون بخاطر که تئاتر خیام بارن بیرون بشناسنم. برای چی بشناسن؟ وقتی شناختن چطور میشه؟ و من یا آقای با تام تو خیام بریم یا میگه ای یا یه نگهبانی در من گفت من کجا شما رو دیدم. اینا ببین این افتخاره برای من، برای شخص من افتخاره که لااقل 4 تا کاری من دیدن پسندیدن و حالا با لبخند میاد به پیشواز من. ولی چیز نیست که این است که لباس زن رو پوشیده بود رو صحنه غیر میداد. این بده، خیلی بده. این هنر رو واقعا به قول آقای شاهرخی هنر رو دارن از بین میبرن اینا. حالا من چند ساله که آقای گفتم به بچه‌ها حتی به جامعه معلولین از زمانی که خودم پام قطع شد که شما یادتونه 98 بعد بهشون گفتم من حاضرم با همتون همکاری کنم. قبل از اینکه پام قطع بشه به معلولین گفته بودم که من حاضرم بیام کمک کنم. از نظر مالی نمیتونم ولی از نظر اطلاعات میتونم بیام بلیط فروشی بکنم براتون، میتونم وایسام در بلیط‌ها رو پاره کنم، میتونم بیام تی بکشم، نمیدونم نظافت کنم، چای بریزم، هر کاری ازم میاد. که بعد خودم دیگه شدم جزو معلولی. اصلا گفتم ناراحت نباشین، منم دیگه خودم یه پا معلولم. به خانم خسروی رفتم گفتم چطوری خسروی اونم جفت 2 تا پاش مادرزاده، البته خیلی وضعیتش خرابه و هر 2 تا پا نداره اصلا ازدانو بالا.
فلج، اونم رو ویلچر همیشه کاری کودک میکنه. عرض کنم خدمتتون به خانم پریسا کهکش بود، اونم کاری کودک میکنه، بهش گفتم اعلام هم کاری کردن. و حالا هم که خب آقای شاهرخی با ارادت دارم خدمتشون با هم دوست و رفیق بودیم، اون آقا میگه همچه کاری بکنه، میگه تو کاری نداری؟ گفتم میگه چطور نداری؟ من الان کم کار شدم، قبلا مرتب میمدن در خونه یا زنگ میزدن به گفتن آقای خود نقشه برای توی تلفیلمه، برای یه سریاله، برای تئاتر کنن. الان اونام تحصیلی ندارن و دوستان هم تحصیلی ندارن، میدونن آقا نقشی میخواد بازی کنه باید حتما رو پاش باشه نه رو ویلچر. که بعضیاشون هم محبت دارن، مثل آقای شهداد، مثل آقای فرزاد صادقی، اینا بردن با نقش منو با ویلچر بنویسن، اینا کار بکنن. بعد خب بالاخره آدم باید یه جو سر خودش گرم کنه. من چون عاشق این کارم، حالا اگه نتونم بازی کنم که میتونم پشت صحنه وایسم کمک کنم. در شما اطلاعات بیش از ایناست که ته کشی یا چای بریزی. اینا دیگه از بزرگواری و عظمت روحته که این حرفا رو میزنی. ببینید اطلاعات همون که بریزیم بیرون، بله، خالی کنیم خودمون، به خاطر ما رو صحنه برام می‌کنن. به عنوان یه آدم مطلع، به عنوان یه آدمی که حداقل 10 تا 50 تا 100 تا چه می‌دونم چند تا کار کرده، روی صحنه رفته، تجربه صحنه داره. اینا رو در اختیار بچه‌ها میشه گذاشت. این اطلاعات همین هاست. یعنی اون چیزای مخفی که توی ذهن بچه هاست باید بازش کرد و شکستش و راحتش کرد و رهاش کرد. وقت یاد میگیره، خودش میدونه دیگه، ظرفیت های خودش رو بفهمه که آقا چقدر ظرفیت داری تو، چی کارا میتونی بکنی. خب مشکل کجاست؟ مشکل اونجاست که تو آماده این کار بشی. یعنی یه دفعه جلوی 50 نفر 20 نفر 10 نفر یه شعر رو قشنگ بخونی. نریشن کی گفته؟ خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. من وقتی نریشن رو گوش کردم گفتم این یه کار جدیه. خیلی حس کردم، منتها گفتم ای کاش قبلش ما یه جلسه داشتیم. یه هنرمند تئاتر، ببینه اصلا وقتی که میگی تئاتر روایی، سبک تئاتر روایی، خب باید بشناسی برش بار کی اصلا مبتکر این نوع تئاتر بود؟ برتولت برشت بود. مگه میشه یه هنرمند تئاتر نشناسه، کار نکنه ازش، همه نمایشاشو بگه اخه، رد کنه، ولی باید بشناستش. حتی تو ایران نویسنده ایرانی هم بله باید بشناستش. آقای بیزایی باید بشناسیم، آقای تقوایی باید بشناسیم، آقای چینیایی باید بشناسیم. این کاری خوب انجام میدن، کاری مهم انجام میدن. ببین بازی در بازی، وقتی میگی تئاتر روایی روایت میکنی یک شخصیت. وقتی هلن وایگل زن برشت، همسر رسمیش، ننه دلاور رو بازی میکرد، وقتی که بچه هاش میمیرن گریه میکرد. برشت دستور میده که ببندیم پرده رو، بلندش میکنه،
میگه تو هلن واگن همسر منی، بچت هم زنده است، برای چی گریه میکنی؟ تو باید معرفی کنی اونو. وقتی میخوای معرفی کنی که احساساتت نباید بر عقلت غلبه بکنه که. حالا از این بابت وقتی که میخوای تو تو یه نمایشنامه مثلا یه سیاه رو معرفی بکنی، دردهاشو، مشکلاتشو، گرفتاریهاشو، اون آدمی که داره بازی میکنه سفید پوسته، سیاه نیست، ولی داره دردهای یک کسی که نقش سیاه رو بازی میکرده روایت میکنه. برای کی؟ برای تماشاگر که بشناسش. این شخصیت رو داره، این مسیر زندگی رو داشته، این نیازها رو داره. این چی کار داری به کمونی؟ کاری نداره. فقط میگم سبک شناسی، وقتی میرسی به سبک شناسی تئاتر، این مسائلم گفته میشه. من خدا رحمت کنه همه از هاشمی و حمزه بنو. بله اینا تو مرکز فرهنگی تلویزیون که کار میکردیم قبلا، وقتی شهلا پور زنش که جدا شد و بعدا حالا زنی مهندسه. شهلا حالش خوب نبود. چه؟ کیا میگی؟ شهلا پور دل که زنی محمد هاشمی شد تو نماش زری سیاه. بله. بعد اینم اونم خب عمرشون کوتاه بود بردن، ولی خب من خیلی خاطره باشون دارم، خیلی. از شما اگه از فرهنگی موقعش کوی هدایت بود مقابل بیمارستان شریعتی، بعد رفتن شعبی، اما خب دورانی بود دیگه، اینهاش خاطر است. اما اینا خاطر است. اکثر آقای ارهم دارن که زری سیاره اومد با جمشید مشایخی دیدن و بعد آخری کار داشت ارهم صحبت میکرد با دست اشکاشو پاک کنه. دیده بودش مزری سیاره که چیز بود، خیلی جمع سیاسی هم داشت، اما خب چیزی نبود. کمدیش من بودم تقریبا، بخشی یه چیز رو بازی میکردم، شاگرد راننده. اون وقت این خاطرات خیلی خوب بود که مواد میان دارم بود. همون موقع اشفر خاطی خدا بیامون اشفر این دو بله. بعد از این راه که با آی اکلیل ما شروع کردیم دیگه، بودیم تا حالا. خب الان خیلی از سوی استفاده میکردن آقای امام که به عادی شو ما همون رو پس کشیدیم که با شاخه گاو در نیفتیم. یه دی زرنگی کردن اومدن جامو، یه دی هم چیز کردن سوی استفاده کرد. ببین که پول جمع کرد. یه حرفی آدم باید داشته باشه توی تئاتر، یه قصدی باید داشته باشه که اصلا براش بها بده که این حرفشو بتونه بزنه دیگه. متاسفانه حرفهایی که باید بزنیم و یه مقداری سانسورش میکنیم، خودمون اول سانسورش میکنیم. آقا ما راجع به فلان چیزک باید حرف بزنیم، بعد فکرشو میکنیم خب اگه ما راجع به این مسئله حرف بزنم یه ده چیز میشن دیگه، یه ده دگرگون میشن دیگه، تغییر میکنن دیگه. این تغییرات به نفع شرایط موجوده یا به ضررشه؟ اگه به ضررش باشه که
واویلا به نفعش اگه باشه بهبه و چهچه است و امکانات دادن است و پول دادن است و نمیدونم هی برنامه دادن است و اینا تشویقمون هم میکنن و استادمون هم میکنن و بالا بالامون هم میشونن و دعوتمون هم میکنن همه جا و اینا. ولی اگه یه خورده به خاطر 4 تا شاخ موسفیدمون گفتیم آقا نه ما نمیایم جلو بشینیم، ما میخوام همین عقب بشینیم نگاه کنیم، برین کارتون رو بکنیم ببینیم چی کار کرده. الان بازم خدا رحمتشون اینه که میمیرن، واقعا خیلی باشون خاطری داریم. آقای جویره که تقریبا چند ماه پیش بود آخرین کارم من و جویره با هم کار کرد، یه تلفیلم بود گرامی. آقای جویره با آقای جمشید صدری اینا میگفتن که ما رو به خاطر موسیقیدم و ریشی بلنچه گذاشتیم و اینا دعوتمون میکنن این ور اون ور، به خاطر خودمون که نیست، چی به خاطر دکوره ما رو دکورمون میکنن میشونندمون که مردم بگن یه نقش خیلی میان باشون حسن کناری، نه هم ما دکوریم زینت المجالس. آره واقعا اینجوری الان 90% اینه که دعوت میکنن از به خاطر همین ما زینت المجالس. من حالا هر چند ماه بار دعوت هم کنن یا تو برنامه زنده روده یا تو برنامه نمیدونم 4 باقی یا 8 بهشتی، من میمونه مثلا موجود نمیتونه سوال بکنه از من آقا خب تو چند سال کار میکنی، با کی کار کردی، تا چه کار کردی، چیه برا میگه خب شما قبلا یه ذره پستم بوده دیگه. میگم آره. میگه خب اگر یکی یه نامه اوورد به شما داد شما چه حالی عکس العمل چی؟ میگم آخه چه ربطی داره به این آره بکنم این دستان تو جو خوش میدی باور کن همین سوال میکرد از من. نه چی آدم میگه حالا چه دلاله چی کار میکنی، فعالیتتون چیه که من اگه مشغول باشم میگم آقا دوست تئاتر بریم تمرین کنیم یا سلسله یادی فلان. آره خب دیگه متاسفانه حق بازی رو درک میکنین شما که کی صادقه کی اهل کلک و حق است، اینا رو درک میکنین. اینا خیلی حسنه. حدیقا اینجوری نبود. الان هم دخترها هم پسرها، الان دخترها وقتی با یکی دارن حرف میزنن میفهمه که این نظری سوء داره بهش. ببخشید من اینجوری دارم میگم زیرنگن دختر یا اصلا بی نظره. خب خیلی پسرها هستن بیشتر به خاطر که میخوان سوء استفاده کنن میان با دختر حرف میزنن. در هر صورت من امروز خیلی خوشحال شدم که بدم خدمت شما دیدمتون و بعد از این قرار دیگه ما هر وقت جلسه یه جایی بود مثلا دعوت شدیم هم دیگه رو دیدیم یا بیشتر تو سالگرد ارهم سطر هم اشکال بود. تهران رو حوزی کار میکردن و سیاه نقش اولشو بازی میکرد و انتقاد میکرد، یعنی زبان مردم اون مبارک بود. اصفهان نه، یه بنیان گذارش آقای ارهم صدر که یه خودش سیاره میکرد، سفید بود و این کار انجام میداد و زبان مردم بود. درسته؟ بله. با طنز اصلا. حالا آقای ارهم صدر که نمیشه بهش گفت یه هنرمند کمدین بوده، یه اسطوره بود. یه ایران شمول نبود آقای ارهم صدر، جهان شمول بود. میدونن آقای عزیز استادم میدونم که آقای ارهم صدر همه چی تو آستینش داشت. از رو خط نمایش میرفت پایین و بالا با این بر اون ور به همش بزنه و یعنی ما نمایش آقای ممیز الان اگه میخواستیم خودمون بشینیم بخونیم اصلا طنز نداره اون صورت. یه حاج بازاری و یه نمیدونم زنگ ساز حاج خانم سفران آقای ارهم صدر بود که درستش میکرد و بازیگرایی که باش کار میکردن، پارتنری که باش کار میکرد اگه نبودن آقای ارهم صدر به تنهایی کاری نمیتونست کنه. خودش هم همیشه خدا بیامرز میگفت و من دوستانم با کار میکردن، گروه هم با کار میکرد، همکاری میکرد که من شدم ارهم صدر
و من دیشبم گفتم برای بچه‌ها، من نصیحتم میکرد، گفت یه هنرمند خوب که میخواد موفق باشه 50% افتادگی داشته باشه، 30% مردم دار باشه، 20% هم هنریه که میره جلو دوربین که میره صحنه تا کار میکنه. به ارهام صد تو عباس آباد وقتی میاد خونش صبح میاد بیرون بره سر کار، میدید رفتگر شهرداری داره جارو میکنه، گفت سلام آقای ارهام صد، تو زمین دوله میشد، گفت سلام قربونت برم فدات بشم قربونت برم. یه استان دارم سر خیابون میدید میگفت سلام آقای ارهام صد، سلام قربونت برم، هر توشون یه جور سلام علیک میگن، همه رو به یه چشم میدید. گفت انسان اینا همش، خدا رحمتش کنه دیگه نمیاد مثل ارهام صد. و فرق تئاتر اصفهان با و اما اصفهان یه وقتش هم یه سری از همین جوون دارن خرابش میکنن. بنیانگذار کمدی اصفهانی رو که سیاه و سفید نشون میداد، ما آیشمون همون بود دیگه. بعد آقای ارهام بعد انقلاب آقای یکی هرچی کار میکردیم تمام کاملا بود شروع اونجا با آقای ارهام صد، یعنی نمایشگاه قصه‌مون همون بود. آقای یک تیپ آقای ارهام صد رو بازی میکرد، بقیه ما خوب نقش خودمون رو بازی میکردیم، حالا یا کمدی بود یا جدی بود. ولی متاسفانه خیلی ها سوء استفاده کردن.